دولت هیتالیون. هیتالیون یکی از دولت‌هایی که در تاریخ سیاسی، اجتماعی و مهمتر از همه در روند اتنیکی ورزرود و خراسان نقشی مهم بازیدند. هیتالیون حکومت خود را از هیتال، ختلان با مرکز هولبوک آغاز می‌کنند. سالهای 80 عصر 4 بدخشان و تخارستان شرقی، سالهای 40 عصر 5 بلخ و تخارستان و غرجستان را تابع نموده زمینه‌های حربی و سیاسی تشکل دولت مستقل تاجیکان را فراهم می‌آورند. سال 428 هیتالیون برای توسعه حدود و بلند برداشتن نفوذ حربی سیاسی خویش به سرزمین‌های خراسان ساسانیان حمله می‌آورند که این جنگ با شکست آنها و مقرر شدن سرحدها بین تاجیکان ساسانی و تاجیکان هیتالی انجام می‌یابد. فردوسی در شاهنامه و بلعمی در ترجمه تاریخ طبری فتوحات شرقی شاهنشاه ورخران 5 که سالهای 421-439 که با نام جنگ‌های بهرامی گور مشهور است نقل کرده هیتالیون را به اصطلاح ترک تصویر کرده است. یقیناً ترک آن سرچشمه‌های خطی از جمله شاهنامه اناخرونیسم اتنونیم هیتال است. اگر ترک آن سرچشمه‌های خطی را چون اناخرونیسم واژه هیتال قبول کنیم، پس معلوم می شود که هنگام جنگ بهرامی گور قسمت‌های جنوبی ورزرود را به هیئت اتحاد سیاسی و بعد دولت نوبنیاد هیتالیون داخل می گردد. با شهادت فردوسی مظفریت‌های بهرامی گور در این جنگ بزرگان، رودمردان و موبدان بلخ و ختلان و جغانیان و بخارا را باج و خراجگزار ساسانیان می‌گرداند. هیتالیان به خراسان از ورزرود حمله کردند. حاکمیت آنها در اینجا استقرار یافت و برای استوار کردن نفوذ و تشکیل دولت کوشیدند. از این رو که در منبع‌ها هیتالیان همه وقت در وابستگی با مرو و مرورود، باغدیس و بامیان، هرات و کابل و زابلستان، بلخ و بخارا، ختلان و بدخشان و جغانیان تفسیر شده است. ما می توانیم آنها را سلاله یا قوم آریایی یعنی نیاکان تاجیکان امروزه گوییم. آنها مردمان بومی ختلان و بدخشان و تخارستان می باشند، یعنی آنها پسماندگان تخاریان تاجیک نژادند. جنگ‌های بین هیتالیان و ساسانیان و عاقبت‌های آن در این فاصله یعنی سالهای 50 عصر 4 تا سالهای 40 عصر 5 هیتالیون شمال و غربی هندوستان و بعضی از قسمت‌های چین غربی را تابع نموده به امپراتوری ابرقدرت اساس گذاشتند. یزدگرد دو در شمال و شرقی ایران با هیتالیون وارد جنگ گشته بود. او سالهای 442 449 450 451 و 451 454 سه مراتبه به قسمت‌های شمال و شرقی شاهنشاه برای دفاع نمودن تهدید تاجیکان شرقی لشکر کشیده، دو نوبت با کیداریان جنگیده خراسان را قسمت تسخیر کرد. سلطنت کیداری‌ها را در خراسان ورزرود کاملا سرنگون نموده است، ولی هنگام فتوحات سیوم که به سالهای 452-453 راست می‌آید، ساسانیان از نیروهای عسکری هیتالیون شکست خورده ولایت‌های وسیگرد و ترمیز را به آنها باز می‌گردانند. در شاهنامه دایر به سه جنگ شرقی شاهنشاه پیروز ساسانی که سالهای 459-484 به مقابل هیتالی‌ها معلومات قابل ملاحظه ذکر کرده. در تصویر سرچشمه‌ها پیروز با مقصد اشغال ورزرود فتوحات کرده با سپاهیان ساسانی در جنگ یکم شکست خورد و درباره خللدار نکردن سرحد دولتی با هیتالیون عهدنامه می‌بندد. در جنگ دوم که سالهای 479-480 برخلاف قرارداد با ابتکار ساسانی‌ها به وقوع می‌پیوندد، پیروز با سپاهیانش به دست هیتالیون به اسیری می‌افتد. بعد از دادن غرامت و فدیه زیاد که به اندازه 30 خچر درهم نقرگین بود، امپراتوری ویزانتیا زنون جان پیروز و سپاهیان ساسانی را از اسارت باز می‌خرد، ولی شاهزاده قباد در اسارت می‌ماند. نهایت در جنگ سیوم که سال 484 روی داده است، خود پیروز و سپاهیانش به چاه افتیده به هلاکت می‌رسند.
در نتیجه ایران ساسانی شهر استراتژی مرو را از دست داده باج و خراجگزار دولت هیتالیان می‌گردد. موفقیت‌های جنگی هیتالیان را خیلی نیرومند ساختند. اکنون با آنها تنها امپراتوری چین در شرق و ویزانتیا در غرب هموضع شده می‌توانست. ساسانیان باشد به بازیچه دست هیتالیان تبدیل یافتند. اکنون شاهنشاهی ساسانی نه با رسومات سنتی بلکه با رأی آنها پادشاه انتخاب می‌شدند. چون این حالت در سلطنت دو نوبته قباد که سالهای 488 496 و 499 531 اینچنین جاماس و پیشتر بابیلوش روی داد. ساسانیان از لحاظ سیاسی و اقتصادی نسبت به هیتالیان موقع تابعیت را کسب کردند. از این استفاده برده هیتالیان ولایت‌های سکستان و هلمند، سیند و رخاج عرق‌خوزی ساسانیان را کشیده گرفتند، به هند هجوم آوردند. از سالهای 460 تا سالهای 530 قندهار و سیند، پنجاب و راجستان، وادی گنگ و جمنه و قسمت‌های جنوبی هندوکش را تا سیالکوت تسخیر نمودند. سلطنت مستقل هیتالیان هند را برپا کردند. همچنین تا سال 509 به قشغر و تورفان، خوتن و واحه‌های غربی ترکستان شرقی، نواحی جنوبی نزدیک پامیر حمله آوردند. تقریباً 30 ملکیت یعنی دولتچه‌های مستقل را تسخیر کردند که این نفوذ حربی سیاسی آنها را خیلی افزون نمود. تختگاه هیتالیان شهر بامیان نزدیکی شهر امروزه قندوز افغانستان و پایتخت سلطنت هیتالیان هند شهر سیالکوت یا سگل شد. هیتالیان به مدت کوتاه هم باشد کوشش‌های پیوسته ساسانیان را که می‌خواستند خراسان و ورزرود را پوره به تصرف خود درآورند خاتمه گذاشتند. روندهای مستقلانه انکشاف مناسبت‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی این دو کشور تاجیک‌نشین را تأمین نمودند. سوسشوی و از بین رفتن دولت هیتالیان. ساسانیان به وسیله اصطلاح‌های گوناگون جبهه خسرو یک انوشیروان که سالهای 531 579 و تحولات عظیمی حربی و سیاسی و اقتصادی رسید. هیتالیان باشد در نتیجه مبارزه‌های آزادیخواهانه هندوان از اکثر سرزمین‌های خود در شمال و غربی هندوستان محروم شدند. در چنین وضعیت تقدیرساز اسره‌های شش هیتالیان به دو دشمن ابرقدرت ساسانیان و حاقان ترک روبرو شدند. ساسانیان از سالهای چلوم عصر شش سر کرده از پرداخت خراج به هیتالیان رها یافته بودند. حاقان ترک بعضی سرزمین‌های ورزرود را تا چاچ تاشکند امروزه تسخیر نموده بود. اینچنین حاقان ترک نخست با مقصد ضربه زدن به اورهای کاوکاز شمالی با ساسانیان و ویزانتیا روابط حسنه پیدا کرد. بعد به تهدید هیتالیان شروع می نماید. جغانیان و کابل و زابلستان را از هیتالیان باز پس می گیرد. خسرو انوشیروان با حاقان ترک عهدنامه بسته اتحادی حربی و سیاسی را که عملاً به نیست کردن دولت هیتالیان نگرانیده شده بود سازمان می دهد. پادشاه هیتالیان غاتیفر از مقصد هدفناک اتفاقچیان خبردار شد. اقتدار مدافعوی دولت را جانک نموده به جمع کردن سپاه شروع می کند. در این فاصله غاتیفر از شهر و نواحی‌های در شاهنامه ذکر شده سپاه جمع آورده با لشکر منظم در اطراف بخارا کمین می‌گیرد. نهایت جنگ تقدیرساز هیتالیان و اتحاد ساسانیان و ترکان در اطراف بخارا به وقوع می‌پیوندد. اینک در این محاربه نابرابر 8 روزه که فردوسی مشخصاً نقل کرده است هیتالیان از نیروهای عسکری اتحاد ساسانی و ترکان شکست می‌خورند و با همین دولت هیتالیان تاجیک حدود سالهای 563 567 رسما از بین می رود. حدود دولت هیتالیان در بین قدرت‌های غالب تاجیکان ساسانی و ترکان تقسیم کرده شد. جنوبترین نواحی ورزرود از جمله حدودهای امروزه جنوبی تاجیکستان، ولایت سرخندریا و ترکمنستان به هیئت شاهنشاهی ساسانیان و واحه‌های شمالی ورزرود تا بحر خزر در اختیار حاقان ترک ماند، ولی سلطنت هیتالیان کاملا از بین نرفت.
گرچند این دولت از لحاظ سیاسی مانند ایمپریای کوشانیان آنقدر پراقتدار نباشد هم، ولی از جهت توسعه حدود خیلی کلان بود و آن زیاده از 1.5 عصر افزای حربی و سیاسی و اجتماعی منطقه را معتدل نگاه داشت. برای تدریجاً انکشاف یافتن مناسبت‌های اقتصادی و تجارتی، تبادل فرهنگ و وسعت گرفتن روند شکلگیری خلق واحد تاجیک زمینه مساعد را فراهم آورد.